سپس ابو حاتم خودی مؤلف ابن حبان میگویند بدانید عقل دو نمود می شود. عقل در انسان ها دو نمود می شود. عقلی که او طبیعی هست، خداوند در تمام انسان ها آن را جای کرده است و با آن عقل انسان ها فرق می کنند از حیوانات و آن در همه انسان ها هست. دویمش عقلی که تو خودت آن را کسب میکنی، خودت برای آن کوشش میکنی و آن را به دست میاری. و عقلی که طبیعتا الله به تو داده است، در داخل تو آن را خداوند کاشته است، یعنی در مغزت، آن مانند زمین است. اما عقلی که خودت آن را به دست می آوری، آن مانند دانه هست که به زمین می کاری. بدون که عقل تو اگر زمین باشد، بالایش دانه نکاشتی هیچ فایده ندارد. از زمین خشک کسی فایده نمی گیرد تا زمانی که بالای او دانه بیروید و یک گیاه دیگری درخت شود. از این یعنی عقل خداوند داده را تا زمانی که تو سیقل نمیدهی، نمود دوم عقل را به آن پیوست نمی کنی، نه خود از آن فایده میگیری نه دیگران. باز یک مثال دیگر میزنند، میگویند عقل خدا داد که در همه انسان ها در وجودشان هست، مانند ریشه های درخت باشد. عقل دیگری که انسان برای آن را به دست آوردن کوشش میکند، آن مانند شاخه ها و میوه های درخت است. از ریشه درخت کسی فایده نمیگیرد تا زمانی که تنه بزند، شاخه هایش این طرف و آن طرف شوند و از آن میوه بیروید. یعنی شما عقل خداداد را زمان استفاده برده می توانید، زمان از آن دیگران استفاده می برند که آن حاصل دهد. یعنی حاصلش هم دوم نمود عقل که شما باید آن را به دست بیاورید. و اینجا یک شعر خیلی خوشروی میگویند من این شعر را از عبدالله ابن عکاش شنیدم که گفتند یزین الفتى فی الناس صحت عقله و این کان محظورا علیه مکاسبه. یک جوان وقتی عقل کامل دارد، او در بین مردم خیلی زیبا و با احترام است، اگرچه پول و مالش کم باشد. اما یشین الفتى فی الناس خفت عقله و این کرمت اعراقه و مناسبه. اما یک جوان وقتی عقل کم دارد، اگرچه او خیلی از عائله های نامدار باشد یا پول و مال داشته باشد، هم در بین مردم بی آبرو هست. یعنی انسان را در بین مردم چیزی که آبرو دار میکند عقلش هست.